به نام خدا. سلام دوستان، حال تو چطوره؟ امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. دوستان عزیز، متاسفانه لحظاتی پیش ارتش سوریه اعلام کرد که با توجه به فشاری که تروریستا بر شهر حما آوردن، شهر حما ز کف رفت. بله. و فرمانده کل ارتش نیروهای مسلح سوریه اعلام کرد در چند ساعت گذشته این گروه ها با وجود خسارت گسترده‌ای که متحمل شده بودند توانستند به محورهای مختلف شهر نفوذ کرده و وارد آن شوند. یگانه‌های نظامی مستقر در این محورها در راستای حفاظت از جان غیر نظامیان و ساکن شهر حما و جلوگیری از درگیر شدن آنها در درگیری‌های داخل شهرها بار دیگر در این نقاط مستقر شده و به خارج از شهرها منتقل شدند. بله، حما ز کف رفت. این نقشه سوریه رو با هم دیگه ببینیم برارو. چه روز ناراحت کننده ای متاسفانه. این نقشه رو ببینیم برارو که اوضاع چقدر میتونه قاراشمیش باشه بعد از سقوط حما. کوه جنی چرا نمیایی تو هم؟ بله، یه بار دیگه. آره اومد که این بزرگترش بکنم. آره ببینید دوستان، این شهر حما بود. ببینید از حلب شروع کردن، از ادلب اینجا مرز با ترکیه شروع کردن اومدن حلب. از حلب مستقیم دارن میان برای حما، یعنی دیگه چپ و راست نمیرن، جدور کردن دارن میان پایین. از حما تا همس با خودرو 45 کیلومتر دوستان، با استان همس، مرکز استان همس. ترتوس از دست میره در اون صورت با سقوط همس. لازقیه از دست خواهد رفت. کلی علوی اینجا هست، علویان سوریه بیشتر اینجا هست. اینا روزگار سختی خواهند داشت. بعد رسیدن به همس و قصیر و پایگاه صنایع نظامی سوریه است تو مسیاف، پایگاه نظامی هوایی اشوعیرات، اینا نزدیکی های همس قرار دارن. بعد دمشق. ببینید بین تروریستا تا دمشق فقط همس مونده. تمام دستاورده و جانفشانی هایی که صورت گرفت داره باد و هوا میشه متاسفانه. اوضاع بسیار بغرنجه. بعد عجیب اینجاست که اصلا این تمومی ندارن این تروریستا، هرچی میکشن ازشون شیپالدر میکنن، تمومی نداره. لا اله الا الله. یعنی نشون میده ما در غفلت، خواب غفلت. خب عده‌ای ازمون دنبال وفاق، عده‌ای ازمون دنبال مذاکره، عده‌ای دمامون دنبال نمیدونم رفیق بازی و دنبال جنگلک بازی. دشمن برنامه داشته، دشمن کار کرده، سازماندهی کرده. ما عقبه دشمن در ایران چه کار میکرد؟ افغان هراسی را مینداخت که بچه های فاطمیون اونا رو دلزده بکنن دیگه. دوگانه افغان و ایرانی گذاشتن. اینا دقیقاً پشت جبهه دشمن بودن. بعد این فیلم رو ببینیم رو. من که خیلی حالم گرفته است دوستان عزیز. به قول قدیمی چاقو به میزنی خونم نمیاد. اینو ببینیم. سقوط شهر عمل مدينة ابطال اداره العمليات العسكريه. الله اكبر والعزه لله. الله بزنم یک کمر 2 ساله اداره العمليات العسكريه. اگر بیچاره الله این کفتارها هم الله اکبر. شما باید به عبری بگید، شما باید به ترکی بگید الله اکبر. بله. و این کپنگ ریشه که میبینید این از شهر حما. بله ببینید ارتش سوریه فرار کرده، جنگنده ها رو هم جا گذاشتن. و اصلا عجیب آقا، اگر تو میخوای عقب نشینی کنی، چرا عقب نشینیات اینقدر بی‌نظمه؟ تو حلب هم همین اتفاق افتاد. تانکاشون، بالگرداشون، جنگنده هاشون افتادن تو دست دشمن.
این چه عقب نشینیه؟ این چه عقب نشینیه؟ هر دنبیل هدلهات اصطلاحاً به هم ریخته. آقا میخوای عقب نشینی؟ ما از 2 روز قبل میرسیم فشار بر هما زیاد. فرمانده نظامی تو باید اینو به قول معروف درک کنی، اینو باید پیش بینی کنی. دارایی ارزشمند تو نیرو هوایی تو آقا ببر. حالا من نمیدونم این جنگنده حالا چون تو شیلتر هم نبودن، همینطور میگه 21 هم بودن اکثرشون، قدیمی ها، نمیدونم اینا اسقاطی هن، من نمیدونم. ولی با توجه به این که حتی گفتم بالگرد و این همه زره پوش افتاد دست تروریستا، آقا شما یه روز قبل 2 روز قبل عقب نشینی اینا رو منتقل کنید به پشت خط تا به دست تروریستا نیفتن، یا منهدمشون کنید آقا، بعضن چیپالدرشون کنید. مفت مسلم سهام این همه غنیمت شدن تروریستا. دوستان عزیز، اما من خبری شنیدم که نشون میده بین سوریه و ایران یه چیزکایی بوده. ایران هیچ دخالت نکرده تا حالا دوستان عزیز، نه پهپادهای ایران هستش، نه بچهای فاطمیون. 8 شعبی هم رفتن هنوز درگیرم نشدن. ایران منتظر یه اجازه بوده آقا. باید دولت سوریه رسما اجازه به ایران میداده واسه عملیات. این اجازه بنا به دلایلی به تأخیر افتاده. بعد اینم بگم ارتش سوریه یه ارتش فشل، فرماندهی منسجمی نداره، ریخته پاش. یادم میاد حاج قاسم میگفت ارتش سوریه، نیروهای تروریستا تو 2011-2012 رسیده بودن به کاخ ریاست، نزدیکی های کاخ ریاست جمهوری. ما میگفتیم بابا نیروهای مردمی رو مسلح کنید، نه، فرماندهان ارتش رو قبول نمیکردن، کلاسیک فکر میکردن که دیگه با دستور به قول معروف خود بشار اسد اومدن و نیروهای مردمی رو تجهیز کردن، تونستن جلو پیشروی تروریستا رو بگیرن. یه همچین ارتش فشل به هم ریخته درب داغون مستهلک. بعد گفتم این خبر رو دیدم که بین ایران و سوریه چیزکایی بوده و تاکنون نه پهپادهای ایران نه نیروهای ایران دخالت داشتن در این شکست ها و دخالت نظاره‌گر بودن. روسا همش 5 تا جنگنده داشتن توی ترتوس و اینا، و ایران تاکنون کاری نکرده. این خبر رو دیدم، اینو صبحم گفتم، این خبرم دیدم، خبرگزاری سانا سوریه میگه بعد از کشمکش سیاسیون، کشمکش بوده پس، 9 رئیس شورای اجرایی به همراه 10 رهبر برتر قبایل سوریه با ارسال درخواست رسمی کمک نظامی از ایران موافقت کردند. یعنی وقتی که تفنگ بیخ گردن گلوشون بوده، اینا بالاخره موافقت میکنن که از ایران بخوان که وارد این درگیری بشه. یعنی دعوت رسمی دولت سوریه از ایران. خب قطعاً آیا ما شاهد خواهیم بود ایران رسما ارتش و سپاه رو ببره اونجا یا بسیج مردمی باشه؟ من فکر نمی کنم. این هزینه گزافی میخواد و دولت ایران به این دست نخواهد زد. ولی مستشارا زیادی میبره. حالا میبره نیروهای رزمی، ولی به اسم مستشار. ورود نظامی من بعید میدونم. اما با توجه به اینکه دیروز مجلس عراق به دولت عراق مجوز داد که به دولت سوریه در مبارزه با تروریسم کمک بکنه، من حدس میزنم بیشتر نیروها از عراق، از لبنان، از بچه‌ها فاطمیون هم الان هم هستن. 2 تا از رهبران جریان 8 شعبی هم اونجاست، آقای قیس غزالی و آقای اکرم کعبی، رئیس رهبر جنبش نجبا اونجان. بچه‌ها فاطمیون و سایر تیپا هم هستن و احتمالاً از بچه‌های یمن هم استفاده بکنن، حالا اونایی که بتونن بفرستن به سمت محور درگیری، و ما این چنین جنگ رو پیش خواهیم بود. مهمترین کار اینه که متوقف بشن، این پیشروی متوقف باید بشه. نباید اجازه بدیم بیان به سمت مرزهای لبنان، مسیاف و نمیدونم همس. بدبختانه این همس خودش درگیر تکفیراست دیگه. پایگاه تکفیرا تو همس همیشه قوی بوده، شهر بعدی همسه و تو جریان
قضایای مربوط به قبلیه در هومس، بخشی از هومس به اشغال تکفیریا در اومد. پس هومس جایگاه جولان تکفیریاست. دیگه نباید بذارن از هما عبور بکنن، نباید بیان جنوب. سوریه دست میره، ما یه داری میزیم به کپو. خوشبختانه تو هما تونستن یه چند روزی جلوشونو بگیرن. زمان میخوایم. ایران اگر قراره هر کاری انجام بده باید سریعا انجام بده آقا. زمانی وجود ندارد، زمان زیادی وجود ندارد. اون طرف کاملا تجهیز شده آماده است. مثل مور و ملخ تکفیری و تروریست ریختن. معلومه یه قارچ بودن، از کجا سبز شدن. ببین 30,000 نیرو تو یه خط تو هما خیلی ها. شما ببین بقیه نیروها تو حلب هستن، تو محورهای دیگه هستن، 10-20 محورن. این همه نیرو از کجا اومده؟ سازمان اطلاعاتی ارتش سوریه و روسیه و ایران چه کار میکردن؟ چطور متوجه نشدن این همه تراکم نیرو در ادلب؟ خب اینا همه سوالای مهمی هن. خب البته ایران میشه گفت بیشتر تمرکزش روی درگیری با اسرائیل بود، بین حزب الله و اسرائیل، و متاسفانه غفلت بزرگی صورت گرفت و سوریه داره از دست میره. سوریه از دست برود، جبهه مقاومت از دست میرود متاسفانه. حزب الله لبنان ضربات هولناکی خواهد خورد. اصلا حزب الله رو قورتش میدن. از اون ور اسرائیل، از این ور تروریستا. سنیای لبنان هم هستن، اونا هم چشم جریان سعد حریری، چشم دیدن حزب الله رو ندارن. خدا بخیر کنه، خدا بخیر کنه. اوضاع خیلی بغرنجه دوستان عزیز، اوضاع خیلی بغرنج. اما ببین این صحبت ما میگم آقا الان ما باید 2 کار انجام بدیم. ای مردم، ای کسی که گوشش شنواست، تو رو پیغمبر، الان هم بمب اتم بسازید. ما الان به بازدارندگی هسته‌ای نیاز داریم، یعنی ایران هم در خطر. بشار اسد داره برای ما تنبیه میشه آقایون، داره تاوان رابطه. همین هشدار آمریکا چند روز پیش به بشار اسد قبل اینکه تروریست‌ها حرکت بکنن هشدار داده بود ایرانو بذار کنار، ما تحریما رو برمی‌داریم، تروریست جمع میکنیم. پس بشار اسد داره برای ما تاوان میده آقایون، نه ما برای سوریه. این گمال حمید فلاحت پیشه میگه ما تو دولت سوریه ما به طلبکارشیم. ما اینم رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ما بودم. گرز بزنه توی امنیت ملی که امثال فلاحت پیشه و لیبرال ها ریاست اونو بر عهده داشتن، به اندازه بز نمیفهمن، به اندازه بز متاسفن تویی میکنن به بز. و تمام نفرت غربیا از بشار اسد به خاطر نزدیکیش با ایران بوده، وگرنه بشار اسد یه آدم سکولار ضد تکفیری است. تا کنون مشکلی هم واسه اسرائیل نداشته، حتی اقدامی هم واسه بلندیا جولان هم نکرده بود. چه خطری واسه منافع آمریکا و اسرائیل داشت؟ هیچ. اما رابطهش با ایران بود که خطرناک شد. پیشنهاد آمریکا به اسد ایران را رها کن. طبق گزارش روزنامه نیویورک تایمز، آمریکا پیش از حملات اخیر گروه‌های تروریستی به حلب از دولت سوریه خواست که روابط با ایران و حزب الله لبنان را قطع کند. در گزارش نیویورک تایمز با اشاره به حملات مکرر رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف سوریه آمده است برای ماه‌ها کشور او یا با تشدید بمباران اسرائیل ضربه خورد، در حالی که در پشت صحنه ایالات متحده و کشورهای حوزه خلیج فارس به طور دیپلماتیک با بشار اسد تماس گرفتند. این یک رویکرد مخفیانه و دو جانبه برای تحت فشار قرار دادن رئیس جمهور سوریه جهت کنار گذاشتن مهمترین اتحاد منطقی خود با حزب الله و ایران بود. به روایت این روزنامه پیشنهاد برای آقای اسد مسئول چیزی بود که اسرائیل و متحدانش آن را فرصتی نادر اما پرخطر می‌دانستند. با شکستن شبکه منطقه‌ای ایران تحت حملات اسرائیل، آنها امیدوار بودند که تحت فشار مهمترین شریک ایران را از ائتلاف خارج کنند. الان هم دارن خارج میکنن دیگه. الان با همدستی ترک‌ها، عرب‌ها، صهیونیست‌ها، آمریکایی‌ها، غربی‌ها دارن از دور خارجش میکنن.
ما وارد عصر آشفتگی، عصر خیلی ناجوری خواهیم شد. عراق هم دست میره. اینا برای عراق هم برنامه داره اینطور که پیش برود. و سرانجام همونطوری که صبح گفتم استادان دانشگاه در آمریکا به بایدن گفتن که بعد از سوریه برو سر مار، برو ایرانو بزن. اینا برای ما برنامه دارن. آیا ما آمادگی داریم؟ نه. ما الان وعده صادق 3 رو باید انجام بدیم، ضربه کاری به دشمن بزنیم. آمادگیش وجود داره؟ نه. ببین صحبت‌های سردار فدوی، ببین سردار باید قاطع، محکم، پرصلابت حرف بزنه. سردار یک نظامی نباید مت بکنه، بگرده دنبال یک لغتی ببینم اشتباهی نکنه. سرداری منطقه سرداری مملکت باید با قاطعیت حرف بزنه. ببین سردار فدوی چطور حرف میزنه. ببینید وقتی که امام ما، فرمانده کل قوای ما، فرمانده کل سپاه راجع به این موضوع گفتن و اطمینان دادن، خود اطمینان با همه داشته باشن، اصلش برقرار است. وقتش رو به اقتضای بسیار زیادی که وجود داره متخصصین، بو اقتضای بسیار زیاد، اقتضای واحد زیاد. حالا یه زمانی میگفتن زمان و مکان مناسب، دیگه اینقدر گفتن که ما حالمون از این که جمله به هم خورد. اقتصادات واحد زیاد. قول ما میگفتن حواله دادن به برج ملا عبدی. 2 ماه 3 ماه گذشته هنوزم اقتصاد زیاد داریم. اون هر روز داره میزنه، هر روز برای ما برنامه داره، هر ساعت ما رو میخواد درگیر بکنه، به ما آسیب بزنه. خبرهایی اومد که صهیونیست‌ها به دنبال حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایرانن. سردار مملکت ما اقتصادات زیاد و خبرگان کار در سپاه مشخص میکنه. با همین عنوان وعده صادق 3 اتفاق خواهد انشالله. انشالله خواهیم دید. آقا یه سردار میگه، رئیس ستاد کل میگه باید مطالبه مردمی باشد. سردار فدوی میگه نمیدونم اقتصاد بسیار زیاد. والا نمیدیم ما توی مملکت چه خبره. حقیقتا اوضاع خیلی خیلی پیچیده و کسی هم نیست مسئولیت بگیره. آقا سردار جلوت گرفتن، خب بگو لااقل مسئولیت رو دوش خودتون بردارید. آقا میخوایم بزنیم نمیذارن. تکلیف مردم آقا مشخص کنید. حواله دادن و مشمول زمان کردن، آقا یکی سیاست ها جمهوری اسلامی مشمول زمان کردن ها، هی میذارن عقب دیگه. مردم حساسیت چون از بین میره، فراموش میکنن. بله زمان خیلی چیزا داره. زمان یارو پسرش مرده، زمان حلش میکنه قضیه رو، مجبور میشه با دردش کنار بیاد. اینا هم همینطور رفتار میکنن. آقا اقتصادات زیاد یعنی گذر زمان، یعنی حالا بدو دنبال وعده صادق 3. در سری گفتم دشمن کلا همه پلنا بازیش چیده، آماده است، ردیف کرده، داره اجرا میکنه. ما بی‌برنامگی داریم. یه سمت به دنبال مذاکره و موسموس کردن و دادن امتیازه، یه سمت مونده این وسط. و عملا در ایران هیچ کاری انجام نمیشه. آقا مجلس کاری نمیکنه، دولت کاری نمیکنه، اینور هیچ کاری نمیکنه، نیروی نظامی هیچ کاری نمیکنن. یا ما عملا وارد مرحله شدیم دوستان که گویی همه چی قفل کرده. آقا سیاسیون ما دیگه زبون هم دیگه رو نمیفهمن. یعنی اینقدر اختلافات شون، دولت پوزیده میخواد بره ببنده، یه سم به دنبال مقاومت. من گفتم یه دوالیستی در ایران وجود داره، یه سم به دنبال انقلاب و روبروی ظالمین ایستادن و مقاومت، یه سم به دنبال وادادگی، بده بره. الان به نقطه‌ای رسیدیم که آقایون اینا دیگه زبون همدیگه رو نمیفهمن، دیگه نمیتونن با هم کار بکنن. درگیری ها مجلس و دولت رو میبینیم برا رو خیلی مسائل دیگه نمیتونن با هم کار کنن، رو بحث عفاف و حجاب، رو بحث مسئله هسته‌ای.
روبروی قانون مجلس میستن دولتی‌ها، رو خیلی مسائل دیگه. خدا به خیر کنه. اونم ما در دورانی که بدترین سختترین شرایط ماست. 6 ماه پیش به من گفتی این چنین شرایطی میرسه، باور نمیکردم. محور مقاومت در اوج پیروزی بوده. دشمن چند تا حرکت مهم زد، از ما تردید و از ما دودلی دید، نتیجه بازی رو برگردوند. آقا این حقیقتی، آقا هر که انکار کنه خودش فریب داده. متاسفانه تا حالا بازی رو برگردوندن. تمام دستاوردها، تمام اون خونایی که تو خانتومان از دست دادیم، شهید حججی و اینا داره لنگ در هوا میشه. این صحبت های آقا جکسون هینکل صحبت کرده در مورد اینکه دقیقاً این آمریکاست داره قضایای مربوط به سوریه رو پیش میبره و پشت این آمریکایی‌ها قرار دارن. اینو ببینیم. I believe it was the State Department. میگه به نظر من این هفته بود که وزارت خارجه آمریکا در مورد درگیری‌های سوریه بیانیه داد. بیانیه آنها خیلی مبهم بود. Gave a statement this week about the conflict in Syria. And it was a very, very mixed statement. They said that وزارت خارجه گفت که گروه تروریستی اسد را تقویت می‌کنند و از اینکه اسد در روند سیاسی با این گروه‌ها تعاملی ندارد ناراحت هستند. Assad was, that Assad's being threatened by a terrorist group, but they're also upset with Assad for not engaging وزارت خارجه آمریکا اسد رو مقصر می‌دونست with the terrorist group. Could you walk us اگر through امکان دارد در exactly مورد این بیانیه صحبت کنید و به نظر شما تا چه حدی آمریکا و اسرائیل مستقیما در اجرای این عملیات تروریستی در سوریه نقش دارند؟ what the U.S. was saying in this statement, and to what degree do you think the U.S. And maybe Israel are directly colluding in this manner to launch this terrorist assault on Syria? Well, another thing that they mentioned in that statement was آمو سرهشک میگه یکی از نکاتی که آنها در این بیانیه به آن اشاره کردن این بود که این درگیری‌ها به ما ارتباطی ندارد، که البته گفتن این هم خیلی جای سوال دارد. خیلی ارتباط داره نادر سایه دوپیلی. we have nothing to do with this, which is right at face value very, very suspicious. That why would یعنی چه نیازی بود که آنها این را بگویند؟ they feel the need to say that? Whatever آمریکایی حرفا را در رابطه با هر اقدام تروریستی در سراسر جهان میزند، چون مردم دنیا بیش از همه به آنها مشکوک میشوند. terrorism unfolds around the globe, you often see the United States saying that because they know everyone around the globe suspects them ماشاءالله سرمایه چاقاندری. first and foremost. And in the درگیری‌های سوریه قطعاً یک جنگ نیابتی آمریکاست. case of Syria, yes, it most certainly is a U.S. proxy این مدل سر البته با کلاس هم جدیداً با کلاس شد. war, and it is being و نه فقط توسط آمریکا بلکه به وسیله گماشتگان این کشور در منطقه. waged not only by the United States but through its regional proxies, which include مانند اسرائیل و علیرغم همه موضوع و پیشرفت‌ها ظاهری که جهان چند قطبی داشته. Israel, despite all the posturing and superficial progress, the multipolar world یادتونه قبلا گفتم گاو وقتی سر میبرن قصابا میدونن یه لگد آخر داره، میگن باید مواظب لگد آخر گاو باشی وگرنه گیر بکنه بهت ناکارت میکنه. ما همیشه در مورد هژمونی غرب گفتیم آقا این هژمونی رو به احتضاره دیگه. دنیای تک قطبی که آمریکا سکاندار همه دنیا باشد به سر رسیده، اما این به معنای این نیست که آمریکا و غرب تمام تلاششون رو نکنن تا شرایط رو به نفع خودشون برگردونن. دوستان عزیز، و متاسفانه تو قضایای غرب آسیا به ما رکب زدن. اون لگدی که ما همیشه باید مواظب بودیم به ما گیر کرد متاسفانه. این لگد ما امروز در رابطه با حزب الله لبنان میبینیم، شرایط دشواری که داره در جنگ داخلی سوریه و دست برتر تروریستا میدونیم. رسما دارن به سمت فتح دمشق میرن. حتی 2016 این چنین قدرتمند نبودن. کاملا بازی رو برگردوندن، حداقلش تو غرب آسیا. ما حالا باید چی کار کنیم؟ ما حالا باید آقا قانون آشوب دیگه، ما باید این آشوب به خودشون برگردونیم. باید این تروریستا رو بتونیم جلوشون رو بگیریم، شکستشون بدیم، همه رو بفرستیم به سمت برن تو ترکیه، برن تو غرب. اگر تونستیم این کار رو انجام بدیم پیروز میشیم، اگر نتونستیم شکست میخوریم. با خصوص اینکه شاه سلطان حسین ها در ایران حداقلش
یکی دو قوه رو در دست دارن. خود اژه‌ای خودش یه شاه سلطان حسین، پوزیده یه شاه سلطان حسین. حالی با حالا یه زمانی ز سوارو بید، ولی ز سوار ز اسب افتاده. نمیدونم ز اصل هم افتاده، مشکوکم بهش. بله، در از صورت ما باید بتونیم اینو به خودشون برگردونیم. تنها راه نجاتمون همین. خون باید داد، بله، هزینه باید کرد. بعد سراغ ما میان، ملزوماتش هم آماده میکنن. چشم باز میکنیم میبینید تروریستا تکفیری از جنوب شرق، از شرق، از شمال، از غرب سرازیر شدن به سمت ایران. اینا به دنبال آن روزنا و دارن براش کار میکنن. برنامه ما چه کار کردیم؟ ما چه کار میکنیم؟ مهمترین سوال اینه. آیا ما همچنان به دنبال به دست آوردن دل غربیم؟ وقتی غرب بدون آقا دست برتر رو پیدا کرده، چرا باید با ما مذاکره کنه؟ چرا باید به ما باج بدهد وقتی میدونه به این شرایطی رسیده که بتونه ما مغلوبه کنه دیگه؟ نمیگم تو این شرایط هستیم ما، ولی داره تمام تلاششو میکنه. برنامهش همینه. has made with Turkey. Turkey is also ترکیه هم یک گماشته قوی آمریکاست که دهها در جنگ‌های پنهان ناتو و تروریست در سراسر جهان و در همین حملات اخیر در شمال سوریه نقش داشته است. a stalwart U.S. proxy. They have been involved for decades and decades in NATO covert wars and terrorism around the globe, and they are most certainly, obviously involved in this most recent offensive in northern Syria. And one thing people should just do is خودشون سوال کنن که تدارکات این تروریست‌ها از کجا تامین می‌شود. حقیقت آقا، ارتش سوریه، روسیه روزا اولی که به اوکراین حمله کرد، از شمال، بخششون از شمال بلاروس وارد خاک اوکراین در کنار رودخانه دنیپر می اومدن به سمت جنوب، به سمت کیف. تا تدارکاتشون با مشکل مواجه شد. گاهن گازوئیل نداشتن، تانک‌ها متوقف می شدن، گاهن حتی راهشون میکردن، تانک‌ها رو میرفتن، چون واقعا مشکل تدارکات خیلی، اونم در این سطح. تروریستا معلومه 200-300 هزار تروریست، تدارکاتشون کی داره تامین میکنه؟ از کجا میاد؟ یک گروهک میتونه اینو؟ مردم ادلب بدبخت بودن تا همین چند وقت پیش، زلزله اومد، اوضاع اسفناکی داشتن همین سال گذشته، چون زلزله‌ای که در ترکیه و جنوب شمال سوریه اومد. این تدارکات کار ناتو دیگه، کار غربه. و اردوغان، فاحشه‌ای به نام اردوغان اینجا نرخشو میبره، قیمتشو میپردازه. Look at a map and ask yourself, where are the logistic lines running from? Where could these این تروریست‌ها از کجا این تسلیحات، تجهیزات ترابری، سوخت، غذا و هر آنچه برای تامین نیاز دارن را تامین کردن؟ اینا سوالات خیلی مهمی ان دوستان. پهپادهایی که از اوکراین بهشون دادن. کی پل زده بین تروریست‌ها و اوکراین؟ اوکراین خودش در جنگ داخلیش در حال شکسته، شرایط اسفناکی داره. چطور اومدن بخشی از تجهیزاتشون رو به همراه مستشارانشون رو فرستادن تو ادلب؟ پس ما ببین تو دنیا یه چیزی به اسم وحدت میادین داریم، وحدت میدانها. واسه غرب جبهه اوکراین همون قدر مهمه که جبهه غرب آسیا و همینطور جبهه جنوب شرق آسیا. یادتون میگفتیم آقا سلاح بدید به روسیه. شکست ناتو تو در اوکراین به نفع ماست. و اکنون هم باید تمام تلاشمون رو بکنیم که غرب در اوکراین نابود بشه. موشک باید بشه. هر آن چیزی که روسا میخوان ما باید بهشون بفروشیم. ما خود تحریم شدیم. فعلا دهنمون سوخته، خب لااقل آشو بخوریم. terrorists possibly be getting all of their weapons, all of their vehicles, the fuel, the food, everything that they need to operate, especially on the خصوصا با این مقیاس از عملیاتی که آنجا انجام دادن، کجا و چه کسانی تدارکات را برای آنها فراهم کردند؟ scale that we see them operating on, where could it possibly be coming from and who could be providing it? Obviously مشخص است که آنها حمایت دولت‌های نظیر ترکیه که حالا آنها
شریک جرم هستن. State-sponsored support, and it's obviously coming through Turkey, which means Turkey itself is implicated as well as the United States. آمریکا که این جنگ نیابتی علیه سوریه رو از ترکیه مدیریت میکرده، اردن و عراق، ولی پیش از همه اینا ترکیه رو دارن. Which has been operating as part of this proxy war against Syria from Turkey, also Jordan, also Iraq, but first and foremost Turkey. How much of this do you think is just an extension بله، به نظر شما چه مقدار از این درگیری‌ها در سوریه با جنگ اوکراین مرتبط هست؟ of the current conflict we are watching unfold between NATO and Russia in Ukraine? Because there's been زیرا گزارشی وجود داره که نشان میداد اوکراین در آموزش تروریستایی که عملیات را اجرا کردن دست داشت. some reported rumblings that Ukraine may have even been behind some of the training of these terrorists that launched the assault. Absolutely. Or قطعاً یا کلاً هر کسی به اوکراینیا آموزش میدهد در این عملیات علیه سوریه دست دارد. این مسئله ناتو را هم شریک جرم میکنند. ما همیشه گفتیم ما با ناتو هم در حال جنگیم. یه عده پیامی نوشتن آرزو ناتو به ما چه ربطی داره؟ بله، حالا ناتو به ما ربط داره برادر من. ناتو و غرب کلاً روبروی ما هستن. هژمونی غرب یعنی ناتو. با آمریکا و هژمونی غرب در بیفتی یا این با ناتو در افتادی و اونا مشترکن، اتحادن میان جلوت، هم پیمانن. خودشون به ما که میرسن میخوان ما رو ناسیونالیست بکنن. اون ناسیونالیست عراقی، یکی ناسیونالیست سوری، یکی ناسیونالیست ایرانی، یکی نمیدونم ناسیونالیست پاکستانی، ناسیونالیست اردنی، عربستانی. اما خودشون اتحادهای آنچنانی، اتحادیه اروپا، اتحادیه ناتو، اتحادیه نفتا، اتحادیه آسیا پاسیفیک، خودشون اتحادن، ما رو تفرقه میخوان. ما رو تفرقه میخوان و ما الان روبروی ناتو ایستادیم. واسه همینه باید محور مقاومت و کشورهای منطقه همسو با مقاومت باید منسجم عمل کنه. به خصوص دولت عراق خیلی مهمه. دولت سودانی داره دو دوزه بازی در میاره. باید فشار بیشتری، حالا آمریکایی‌ها بهش قولایی دادن تروریستا کاری با عراق ندارن، نمیدونم، ولی در صورت باید کشورهای اطراف سوریه، کشورهای منظور مقاومت، اینا حضور بسیار فعالی داشته باشن تا بتونن این بلیه رو برگردونن. میشه برگردونده ولی خیلی سخته، یه حمیت خیلی زیادی میخواد. خب دوستان، برنامه ما به پایان رسید. قربون تو برم. سپاس از مهرتان. پیروز باشید. یا علی.